السلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز، اگر صدای مرا میشنوید لطفاً در چت یوتیوب می نویسید که صدای مرا میشنوید. یگان کسی می گفت که صدای من هست نیست. صفت صدا چخیل است. دوستان خبر دادن که صدا هست تا کمی مردم جمع شدن، تماشابینان زیاد شدن. از یکایی که شما خواهش میکنم دوستان عزیز که لینک یوتیوبی نوار را به دیگران فرستانید. دیلیت کردن از یادتان فراموش نشود و هم پسند کردن، تکمه لایک را پخش کردن، نظر نوشتن، در چت یوتیوب فعال باشید. با گفته های من شاید شما جانبدار نباشید، ضد باشید، ملاحظه داشتگی باشید، نظرتون را نویسید در چت یوتیوب. و همچنین شما میتونید به کانال یوتیوبی پیام تیوی آبونه شوید. آبونه شدن شما به کانال یوتیوبی پیام تیوی این انگیزه ما را برای زیاد کردن برنامه ها، زیاد کردن صحبت ها زیاد میکند، انگیزه ما را می افزاید. و همچنین برادر و خواهران گرامی که ما را شما تماشا میکنید و منتظری برنامه های ما میشوید، به شما باید بگویم که ما به این برنامه ها با دست خالی نمی آییم. فقط برای حیگیر و حیمان یا دادزنی و گفتگوهای تند و تیز نمی آییم، بلکه با یک آمادگی می آییم که چیزی به شما گفتگی باشیم و از چیزی شما را با خبر کنیم. و امروز هم با دست خالی نآمدم من و امروز ما درباره خبرهای صحبت میکنیم که در تاجیکستان معاش بلند شده است. این معاش چی معاش است و در تاجیکستان اقتصادیات رشد کرده است. این رشد چی رشد است؟ یعنی در تاجیکستان حتی بانک ملی، بانک جهانی و خزینه بین المللی اسعار گزارش دادند که در تاجیکستان اقتصادیات پیش رفته است. مخالفان میگویند که در تاجیکستان اقتصادیات پیش نرفته است بلکه عقب رفته است. و سبب چی باشد که حتی بانک جهانی و حتی خزینه بین المللی اسعار میگوید که در تاجیکستان اقتصادیات رشد کرده است، یعنی تاجیکستان پیشرفت کرده است. و در این باره صحبت کردنی هستم که چگونه یک تاجیکستانی که در این حال تباه قرار دارد پیشرفت کرده است، خود شهروندانش بیخبر، خود شهروندانش با شکم نیم گرسنه در مهاجرت قرار دارند و هر ماه پدر و مادر، پیرانسالان، حتی معلمان مکتب که در خودشون در مکتب معلمی میکنن بررسی به فرزندشون زنگ میزنن که بچه‌ام پول تمام شد، این معاشی گرفتگی و یک هفته هم نرسید، پول فرستان، فلان جا را آباد کردن در کار، خانه پوشیدن در کار، آشخانه پوشیدن در کار، با گاو و گوساله آغل پوشیدن در کار، پول نیست، بچه‌م پول فرستان. گفته گردن یک معلم پدر به بچه مهاجرش گردن کج میکند. در همین حال ما میشنویم که اقتصادیات تاجیکستان پیش رفته است. اقتصادیات تاجیکستان چگونه پیش رفته است؟ حتما دلیل هایی که وجود دارد برای پیشرفت اقتصادیات تاجیکستان امروز صحبت میکنیم و حتما خواهیم دانست که برای چی میگویند که اقتصادیات تاجیکستان پیشرفته است.
و میگویند که ما معاش رو بلند برداشتیم، یعنی سطح زندگی مردم خیلی خوب شده است و میبینیم این دلیل به این دلیل ها اهمیت میدهیم و میبینیم که چگونه زندگی مردم یعنی نیکو احوالی مردم بالا رفته است و ما بیخبر موندیم. دوستان عزیز، یک بار دیگر از یکایی که شما کسانی که واردی برنامه شده هستید خواهش میکنم کمکگری ما باشید و کوشش کنید که تماشابینان زیاد شوند و همراه با نفران زیاد برنامه را با هم گرفته بریم. و پیش از آن که من صحبتم را آغاز کنم آمادگی یکایی که شما را میپرسم که در رفت برنامه شما برای گفتگو برای بحث آماده هستید یا نه، چون ما لینک وارد شدن به استودیو را در اپیسانی ماندگی هستیم و شما میتوانید توسط لینکی که در اپیسانی مانده شدگی است وارد استودیو شوید و در این باره صحبت کنید. و حتما باز یک بار دیگه میگم تماشابینان عزیز که این نوار ما را پسند کنید، یعنی تگمه لایک را پخش کنید، نظر نویسید تماشابینان عزیز، به دیگران فرستید و همچنین آبونه شدن را فراموش نکنید. خوب، به نام خداوندی بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، حمد و ثنا مر خدا را و درود و رحمت بر پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و آلشان و اصحابشان و درود و سلام به یکایی که شما تماشابینان عزیز گرامی ما. شوکت محمد هستم و این برنامه گفتگو هست، گفتگوی من شماست و در این برنامه البته ما گفتگو خواهیم کرد. پیش از همه من معلوماتی که درباره بانک جهانی داده است دارم و آن را تحلیل کردم، در این باره صحبت خواهیم کرد و همچنین درباره بلندشوی معاش در تاجیکستان و تأثیر آن به جامعه، تأثیر آن به معاش خوران صحبت خواهیم کرد و بعد از آن حتما گفتگو میکنیم. کسانی که میخواهید در این باره صحبت کنید حتما وارد برنامه شوید، وارد استودیو شوید و حتما صحبت خواهیم کرد و حتما چیزهایی که نظرهایی که شما دارید ما به این نوبت میگیریم و در تجربه کاری خود استفاده میکنیم. ببخشید تماشاگران عزیز، بانک جهانی تقریبا 5 روز پیش 30 ایول خبر داد که اقتصاد تاجیکستان سال 2023 با 8.4% و در 3 ماهه اولی سال 2024 8.2% رشد کرده است. از روی گزارش عامل‌های اساسی، یعنی هم گزارشی که بانک جهانی داده است میگوید که عامل‌های اساسی این رشد صناعت است، یعنی در تاجیکستان علاقه صناعت پیش رفته است، یعنی استحصال ساخت یعنی ساخت سازی یا اون چیز استحصال کرده ایستاده است. البته در تاجیکستان بانک رشدی به این معلومات خود گفته ایستاده است. همچنین خدمات عمومی یعنی خدمات رسانی مثلا نقلیات مثل همین ها و همچنین پول مهاجران. اکنون بنا به تخمین بانک جهانی تماشابینان عزیز سال 2025 همین سال اقتصاد تاجیکستان 7% رشد میکند، ولی بعد از سال 2025 سالهای 2026 و 2027 سرعت رشد کاهش می‌یابد و به 4.5% میرسد. یعنی حالا گفته شده است که 7-8% است، میگوید که در سال 2026 2027 4.5% میشود. سببش چی بوده است؟ سببش رو بانک جهانی میگوید که این محدودیت های روسیه نسبت به مهاجران است،
نوستواری تجارتی جهانی به میان می بیاید و همچنین مهاجران به تاجیکستان کم مبلغ میفرستاندگی میشوند، نه در سال 2025 بلکه در سال 2026 2027 مهاجران تاجیک به تاجیکستان کم مبلغ میفرستاندگی میشوند. بانک جهانی میگوید که ادامه رشد قوی از اصلاحات جدی حکومت در جلب سرمایه خصوصی، اینچنین رقابت، رقمی سازی، بهتر کردن خدمات رسانی‌های دولتی وابسته است. ما تماشابینان عزیز این گفته‌های بانک جهانی را یک کم پیگیری کردیم و یک کم کوشش کردیم که زیر این کاسه های معلومات بانک جهانی داده، گزارش بانک جهانی داده چنین کاسه هایی باشد. ببینید چرا در حالی که تاجیکستان در این یک حالت تباه است، بانک جهانی مثلا میگوید که تاجیکستان رشد کرده است. حالا خودی همین بانک جهانی خودش میگوید که خودی همین بانک جهانی در گزارشش میگوید که سهم پولی مهاجران کاری تاجیک سال گذشته، یعنی در سال 2024 49% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل داده است. 49%. این 49% تماشابینان عزیز تنها با راه رسمی پولهای مهاجران وارد شدگی رو حساب کرده است، یعنی با راه بانکی مردم به بانک رفته است در روسیه، توسط بانک به تاجیکستان به خویش تبار، به پدر و مادر، به فرزندان، به اهل عائله پول گسیل کرده است و این از روی حساب مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان. در تاجیکستان مثلا گریم نقلیات جمعیتی کار میکند، اتوبوس ها، تریلیبوس ها، تراموای نیست در تاجیکستان، مترو نیست، اینها کار میکنند. مثلا گریم به بودجه فایده میبرن، انداز میسپارن، به بودجه فایده میبرن. یک مثلا چند زواد فابریکه هست، اینها همه درآمد اینها و همه درآمدی که به تاجیکستان میشود او مجموعی محصولات داخلی حساب میشود. در عموم میگن که همین مجموعی محصولات داخلی، یعنی مجموعی درآمد تاجیکستان 49%ش از حساب پول مهاجران بوده است. حالا این برای رسمی حساب کردگی هستند، پریکید که حساب شدگی نیست. به یگان کس مثلا گریم تاجیکستان رفته ایستاده است، من این 10,000 به پدر مادرم برده ته، یا یگان بیزنسمن فرض کردیم در تاجیکستان پول دارد، در روسیه پول ندارد، از روسیه به تاجیکستان بار بردن میخواهد، از مهاجر پول رو میگیرد، بار رو میگیرد، میبرد در تاجیکستان میفروشد و بعد از فروختنش پول رو در تاجیکستان به پدر و مادر مهاجر میدهد. مهاجر در اینجا در روسیه به تاجر میدهد، تاجر در تاجیکستان میدهد. این گونه پریکیتکه ها حساب نشده است و وقتی که بسیار کس به شفیارها، اتوبوس ها پول میتیند تا اینکه به تاجیکستان برده رسانند، این پول ها حساب نشده است، یعنی پریکیتکه ها حساب نشده است. تنها با راه های رسمی پول هایی که رسما دکلراسیون شدگی هستند وقتی وارد شدن به تاجیکستان، یعنی که توسط بانک وارد شدگی است، تنها همین پول ها حساب شدگی است. از روی همین 49% میگن. اساسا اگر من اقتصاددان ها را پرسیدم میگن که این 49% رسمی است. اگر غیر رسمی پول های وارد شده به تاجیکستان را حساب کنیم، چون در استعمال مردم استفاده می شود، در بازار مردم استفاده می شود و سطح خریداری مردم را بالا می بردارد، تقریبا 55-60% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان را، یعنی پول مهاجران تشکیل میدهد. تاجیکستان تماشابینان عزیز امروز در حالت قرار دارد که
اقتصادش به نظر رشد یابنده نشان داده می شود. یعنی میبینی خودی اینکه واقعا اقتصاد تاجیکستان پیش رفته ایستاده است، اما واقعیت کاملا دیگر است. تماشاگران عزیز، مثال حساباتی سازمان‌های بین‌المللی به مثل خزینه بین‌المللی اسعار، بانک جهانی، بانک آسیایی رشد، اینها بیشتر بر رقم‌های عمومی تکیه میکنند، نه به واقعیت حیاتی اقتصادی مردم. اینها چطور میکنند؟ صورت افزایش مجموعی محصولات داخلی، ثبات قربی اسعار، نظارت تورم یعنی انفلاسیون، حجم ذخیره های یعنی همین اسعاری را، اینها همین نشان دهنده های اساسی رشد حساب میکنند. و وقتی که مجموعی محصولات داخلی رسما 6-7% بالا می رود، حتی اگر این افزایش تنها به شرافت پولی مهاجران باشدند، این را اینستیتوت های بین المللی همچون پیشرفت به قید می گیرند. اما این خیلی افزایش که فقط در روی کاغذ است، به زندگی مردم تاثیر واقعی ندارد. چخیل؟ چون که از این افزایش که اساساً تماشاگران عزیز این پول مهاجران است، حالا رسما 40%، یعنی 50%، نه ترسیده 50% رسمی بگوییم، این پول به تاجیکستان می رود فقط استعمال می شود. یعنی بر نیازهای اولین ارد میخرند، برنج میخرند، مثلا گریم روغن میخرند، اساساً به نیازهای اولین مصرف می شود. جای کاری ایجاد نمی کند. این پول ها درآمدی واقعی اهالی بالا نمی رود، استحصالات داخلی رشد نمی کند. این مبلغ شکلی که گفتم تو تنها خاراکتر استعمالی دارد، فقط استعمال می شود. خلاص همین پول بیچاره مهاجر میفرستاند، استعمال می شود، حتی برای استعمال هم نمی رسد. چرا؟ برای اون که همین دیروز بود یا پریروز بود خوندم اکثریت پول‌هایی که در تاجیکستان قرض می‌دهند برای استعمال بوده است. یعنی بانک‌های تاجیکستان برای ساختن یگان کارخانه، کارگاه، یگان آفریدن جای کار، اینها پول نمیدهند. پول میدهند لیکن طلبگار این گونه برای ساختن کارخانه و کارخانه های استحصالی، کارگاه ها، مردم خیلی کم قرض میگیرند. اساسا قرض میگیرد مردم برای استعمال. تقریبا 50% مردم برای استعمال پول میگیرند. یعنی همین پول مهاجرانی که اکثر مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان رو تشکیل میدهد، همین پول مهاجران هم برای استعمال نمیرسد و مردم باز قرض هم میگیرند. شرایط مردم رو دیده ایستادید در چه حال است مردم. یعنی با وجود اون که مهاجران 50% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان رو تشکیل میدهد، پول مهاجران با این اساساً برای استعمال است. این پول کار نمی آفرد، این پول کارخانه استحصالی نمی سازد، این پول فقط آرد، روغن، برنج، کارتوشکا، پیاز همین خیلی می شود. سر لباسی مکتب بچه یا پایافزاری دریدگی نو می شود. مثل همین دارو پولی، مثل همین پدرت بیمار در جوگه خور رفت از یک تیم پول نیکی دارو خریم، اپتیکر رفته داروهای تماشا کرده گشته آمدم پولم نرسید، دو نمودش خریدم، دکتر 5 نمود دارو نوشته بود، 3 نمودش خریدن نشد، پول فرستان میگود از اونجا پول میفرستن. یا وای پول فرستنه به تاخیر انداخت، مهاجر پول یافته نتوانست، میدوام بانک دویده از بانک
زنجیری طلا، حلقه طلا دارن، چی دارن، در بساطشون گاو دارن، گوساله دارن، خانه دارن، بخچه دارن، زلاق میمونن، پول میگیرن به اپتک میدون دورو پولی. انا برای همین تماشاگران عزیز بهاگذاری های این سازمان ها فقط اقتصادی نه، سیاسی هم هستند. آنها میخوان به همین، یعنی از همین رشد یافته یا رو به رشد آورده نشان دادن تاجیکستان چی میخوان؟ یعنی وقتی که از جنبه اقتصادی نگاه کنیم آنقدر درست نیست، دونسته می شود که این با مقصد سیاسی این گونه رشد نشان داده شده است. یعنی اون چی که در تاجیکستان به حیث پایه استواری اقتصادی نشان داده می شود، این در اصل وابستگی از پولهای مهاجران است، وابستگی به پولهای مهاجران دارد. یعنی یک رشد صنعی است، فالشیوی، پیشرفتی فالشیوی، فقط روی کاغذ نمیبینه، در حیاتش مردم دیده نمیتونه. نگاه کنید، بانک جهان میگوید که سال 2024 49% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را پولهای تشکیل میدهند که مهاجران کاری از خارجه میفرستند. ببینید خیلی که گفتم این تنها با راه رسمی است. اگر مبلغ‌های با راه غیر رسمی از جانب مهاجران به تاجیکستان وارد شده حساب شود، شاید این 49% نه، شاید 55-60% شود. اکنون ببینید این وابستگی که زیاده از نصف اقتصاد را تشکیل میدهد، همین وابستگی به پول مهاجران زیاده از نصف اقتصاد تاجیکستان، این نه نشان دهنده سیاست موفق، اقتصاد موفق، بلکه نشانه ناکامی است، نشانه فلج بودن نظام اقتصادی است. یعنی در تاجیکستان نظام اقتصادی نه اینکه رشد میکند، بلکه در حالت فلجی است. بیشتر این مبلغ ها خیلی که در پیشتر گفتم تماشاگران عزیز برای استعمال هر روزه است، به مثل غذا، لباس، داروری، تعلیم، مثل همین. اما بر رشد استحصالات، ایجاد کارخانه های نو، سرمایه گذاری دراز مدت، اینها روانه نمی شود. این پول ها به اینها صرف نمی شود. اکنون تماشاگران عزیز دقت دهید، محض همین روان اقتصاد تاجیکستان را به اقتصاد استعمالی تبدیل داده است. هر قدر این روان ادامه یابد، همان قدر مردم راهی زنده ماندن جستجو میکند. یعنی به قول روس‌ها борьба за выживание. و همین борьба за выживание رو مردم اساسا در مهاجرت میبیند، یعنی در ترک کردن تاجیکستان میبیند و در داخلی تاجیکستان هیچ امیدی پیشرفت رو نمیبیند. خودی همین رقمی که میگوید 50%، یعنی نصف مجموع محصولات داخلی تاجیکستان این از پول مهاجران است، این نشانگری اون است که در داخل تاجیکستان حکومت دولت گفته که گپ نیست. حکومت مسئولیت ایجاد جای کاری، رشد کردن اقتصادیات، همه اینا
به کله مهاجر بار کردگی است. و این چی است؟ یعنی آسیب پذیر بودن سیاست اقتصادی تاجیکستان. فرض کردیم همین مهاجر دوم پول نفرستند، مهاجران مشورت کردند، مصلحت کردند و دو ماه پول نفرستاندند. چی می شود؟ وضعیت مهاجر چی می شود؟ خیلی بد می شود. وضعیت دولت. ببینید اقتصاد کشور که زیاده از نصف حجم محصولات داخلیش از یک منبع بیرون از کشور است. یعنی به یک منبع بیرون از کشور اقتصادات کشور وابسته است. مگر همین حالت زیر خطر نیست؟ ببینید فرض کردیم در روسیه یک تغییرات سیاسی به میان آمد که مهاجر نتوانست به تاجیکستان پول فرستاند. چی می شود؟ رخ نید سیاست تاجیکستان، نظامی دولتداری اپا می افتد. تمام سیستمش فلج می شود. تمام سیستمش فلج می شود. اکنون حالا می بینیم انا همین رو برای چی بانک جهانی پیشرفت نامیده است. سبب چیست که انستیتوت های بین المللی میگویند که در تاجیکستان پیشرفت اقتصادی است و حالا همین چند روز باز تلویزیون های تاجیکستان، نشریه های دولتی، پروپاگاندیست ها گفته رفتند همین خیل بانک جهانی گفت که تاجیکستان رشد کرده است، پیشرفت کرده است، پیشرفت است همین خیلی. اما ما باید دانیم که چرا همین انستیتوت های اقتصادی همین چیزها رو پیشرفت می نمایند. حتی همین پولی که از مهاجر در آمدگی وارد شدگی است در تاجیکستان هیچ کس هیچ کار کردگی نیست. 50% 60% مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان از پول مهاجر است و این پیشرفت نموده می شود. من این سوال را به یک کارشناس اقتصادی که در خودی داخلی تاجیکستان است دادم، جوابش را گرفتم و جواب او این خیل بود که اصول حسابات بین المللی جریان پول رو حساب میکند. یعنی چه خیلی پول اومده به تاجیکستان ریختنش رو حساب میکند، نه منبعی وی رو. مثلا پول هایی که مهاجران میفرستند وقتی در داخل کشور مصرف میشوند همچون فعالیت اقتصادی به قید گرفته میشده است و حجم تجارت و گردش پول رو بلند نشان میدهد. این پول یعنی پولی که به تاجیکستان وارد می شود هرچند از حساب مهاجران باشد هم قوه خریداری مردم رو زیاد می کند، ولی به افزایش استحصالات و برای ایجاد منبع نوی درآمد در داخل کمک نمی کند. انا با همین راه اقتصاد به یک اقتصاد انتقال پول تبدیل یافتگی است، نه اقتصاد تولیدی. یعنی اقتصاد تاجیکستان اقتصاد انتقال پول است، نه اقتصاد تولیدی. تمام بانک های تاجیکستان زنده با پول مهاجر هستند. پول مهاجر نباشد اکثریت بانک های تاجیکستان بانکروت میشن. کر فر بانک های تاجیکستان
از روی پول مهاجرت اونها با پول مهاجر زنده هستند. مهاجران عزیز، شما دانسته باشید که انا همین بانک های تاجیکستان که پگه اولی بهار وقتی که از تاجیکستان بر روسیه برگشتنی میشوید و پیشش قرض پرسی میروید، کار فرش بالا است، اینها با پول شما زندند. اگر شما با مصلحت یک با پول نفرستونید، اکثریت بانک های تاجیکستان درش رو میبندند، بانکروت میشه. انا همین پول بانک های تاجیکستان پول های شما هستند. تو به دست صاحبش رسیدن در داخل بانک های تاجیکستان 1 ساعت است، 10 ساعت است، 5 ساعت است، 4 ساعت است، 10 دقیقه است، 15 دقیقه است، گردش میکند و دارایی بانکی رو نشان میدهد. و همین است که اینها با پای سودگی هستند. یعنی اقتصاد تاجیکستان اقتصاد انتقال پول است، نه اقتصاد تولید. یگان چیز، یعنی از وقت گفته شد که 50% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان این پول مهاجر است، دولت نیست، گفتنی گپ است. در هیچ جای دنیا اینطور نیست. حتی در قشاق‌ترین کشورهای دنیا هم اینطور نیست. انا برای همین دانسته می شود که تماشاگران عزیز، سازمان های بین المللی یعنی به ظاهری گردش اقتصادی بها میتیند، به ظاهرش، و انا خیلی قوی نشون میتیند، یعنی پیشرفت نشون میدهند. اگر از جهت دیگر نگریم، چنانه که گفته گذاشتم تماشاگران عزیز، این خاراکتری سیاسی هم دارد. نباشد مثلا گریم همون کارشناسانی بانک جهانی نمیدونن مگر که این پول های استعمالی است، فقط استعمال می شود و خلاص. این پول هایی که مهاجران میفرستونن 80-90 درصدش برای خرید طلبات هر روزه است. نه برای پسنداز کردن، زیاد آروندن. حتی امید برای زیاد آروندن و پسنداز کردن و یگان کارخانه تشکیل کردن یا کارگاه تشکیل کردن در تاجیکستان نیست. همین بسم الله گفته تکنیک های از خطای خریده میبیاری، از دوبای خریده میبیاری، انا سویت پستایان نشده، نه سویت دائمی شد گفته، برق دائمی شد گفته، پرسنه پاسنه خبر دادن نه، اعلان زدن نه، یک پیگیرز میخیزی با لیمیت سر شده است و فلان $1000 تو تکنیک خرید آمده بودی. برای مردم هم برای پسنداز کردن و برای استحصال فکر کردن شانس ندارد، شانس داده نمی شود. حتی با بانک ها باوری نیست که پول ها در بانک ها بیستد. قدر حالا همین روز شنیدم توسپرام بانک بود، چی بود؟ تاجیک صادرات بانک بود. حالا همین ها پول های مردم رو ندادن، مردم پسنداز کردگی است. اگرو اینوست بانک بود، با کدوم بانک ها مردم برای پسنداز پول دادگی است. یک روز میخیزن که این بانک ها بانکروت شدند، تمام. اوی پلمتی گفته مردم گشت است. انا برای همین این واقعیت که اقتصاد تاجیکستان به استحصالات، صناعت و تکنولوژی تکیه ندارد، اساساً به مبلغ انتقالی پول مهاجران وابسته است. و انا همین چیز وقتی که گردش پول زیاد است در تاجیکستان، بازارها همین
گرم است بازارهای تاجیکستان، همین زنا بیکار موند و میدود بازار و همین یک محله همه میدوند خونه فلانچی به چند پول آمد، چی خرید، چی بخمال خرید و هشت تپکه خرید و اطلس خرید و ادرس خرید، همه میدوند استرال ماشین خرید و خلدلنی خرید، همه محله همه میدوند چند پول اومدگی، چند پولش زنش صرف کرد، چند پولش چیکار کرد، همه میدوند. چونکه اهالی تاجیکستان اهل استعمال هستند. هیچ کس درباره فلانی کارخانه ساخت و کارخانه‌اش فلان قدر در یک شبانه روز مثلا شالی تازه میکند، شالی را به برنج تبدیل میدهد، نمیگویند مثلا گریم. هیچ کس نمیگوید فلانی فلان سیخی استحصالی آورده نصب کرد، 10 نفر هم شلاقی ها در اونجا کار کرده ایستادن. این خیلی گپ خیلی کم است. گپ همه در بازار گوسفند چند پول، ارز چند پول، برنج چند پول، روغن چند پول، انمی خیلی است. انا همین خیلی این چیزها مرده زیستن مردم از چشم ما پنهان میمونه و روی کاغذ حکومت این گردش ها ثبت می شود و همین طور رشد اقتصادی تاجیکستان تنها در کاغذ میمونه. رشدی چی میگوید فیکتیونی. نگاه کنید تماشاگران عزیز، یک چیزی مهمه باید اینجا گفته گذارم. تو وقتی که دولت نتواند ذخیره های داخلی را به کار اندازد، تو وقتی که دولت نتواند جایهای کاری آفرد، تو وقتی که دولت نتواند منبع های اقتصادی را بسیار جانبه کند، چی میگن؟ دیورسیفیکاسیون میگن. همین خیلی منبع اقتصاد باید بسیار جانبه باشد. پول مهاجرت باید درمانده نمانی. پول مهاجرت قطع شد با یگان جای دیگرت باشد که یگان جای دیگری امیدواریت باشد که این قطع شد اینه استفاده بری. وقتی که ببینید افزایش مجموع محصولات داخلی تاجیکستان زیاده از نصف از حساب پولهای مهاجران تامین می شود، این پیشرفت نه، این دستنگری است، یک ایلیوزیه، یک ایلیوزی است که به حکومت امکان میدهد در روی کاغذ سیمای یک اقتصادی پیشرفته را نشان دهد، اما واقعیت چیزی دیگر. واقعیت چی؟ اقتصاد صنعی، فالشیوی اقتصاد، ضعیف، آسیب پذیر. چرا آسیب پذیر؟ همین مهاجر پول نفرستان تمام کپه امام علی رحمان به تمام کماندهش دود میکند. نگاه کنید واقعیت چی است؟ واقعیت همین است که تماشاگران عزیز، همین اقتصاد تاجیکستان مثل یک جسمی بیمار و بیمداری است. همین چی میگوید همین چی است که هیچی حال موندگی نه. همین بعضی بیماری ها هست که پناس میگن، چی میگن، دیزینتری میشه، احوال میرد، بعد میرون بابای سیستم میمونه، توسط سیستم از بیرون او خودش خورده، خودش آشامیده نمیتونه، حتی همین خیلی حالت که
دندان زده نمیتونه، جاغ زده نمیتونه، خیلی موندگی. بعد به او طبیبات توسط سیستم و بالا آویزان میکنن گلوکوز، قوت سنی گسیل میکنن به بدنش. بعد یکی به خود میبودی میخیر چشم شده میبینن گردی سرش، طور سرش کی ها هستن کی ها نیستن. یعنی منبع وقتی منبع اساسی حیاتی دولت داری پول مهاجر میشود. یعنی پول مهاجر مثل یک گلوکوز است. این گلوکوز قطع شود تمام سیستم اقتصادی تاجیکستان فلج میشه. زیاده از نصفی مجموع محصولات داخلی محض از حساب انتقال پول مهاجران. در این خیلی حالت بوده. این نه تنها نشان دهنده وابستگی کامل به بیرون، بلکه چند بار گفتم این نشانه اون است که تمام دولت در حال دستنگری قرار دارد. تمام دولت در حال دستنگری. انا همین دلیل، یعنی با انا همین دلیل مهاجران نه تنها نیروی کاری هستند، بلکه به معنای اصلی کلید سیاسی کشور در دست همین مهاجران است. کلید سیاسی کشور در دست همین مهاجران است. عادی صد یک کرده گوییم لجام اقتصادی تاجیکستان در دست مهاجران است، نه در دست حکومت. تمام حکومت داران از امام علی رحمان سرکرده تا همین فرامده بیم تا رئیس جماعت دستنگری مهاجران هستند. بانک های تاجیکستان تمامش، معلم، دکتر، همش دستنگری مهاجر است. این چرا نشون میده؟ این نشانگری چی است؟ تماشا بینان است. این نشانگری آن است که کلید سیاست تاجیکستان هم در دست مهاجران است. هر تغییراتی که در تاجیکستان می شود این وابسته به خواسته مهاجران است. همین مهاجران خواهند در تاجیکستان انقلاب می شود. همین مهاجران خواهند در تاجیکستان دیگرگونی می شود، سیاست دیگر می شود. همین مهاجر خواهد امام علی رحمانوف یک مهنده از پا می افتاند. همین به مصلحت همین مهاجران برای پول فرستادن به تاجیکستان مراتوری اعلام کنند، گویند که ما دست جمعانه به تاجیکستان مهلت 6 ماه پول نمیفرستانیم. در تاجیکستان یگان مهلت 6 ماه یگان برنامه اقتصادی نمیریزیم و برای این پول جدا نمیکنیم. حکومت از پا میاد. یعنی چه گفته شدن تماشا کنید؟ این همین حالت همین حالتی که در تاجیکستان هست این نشانگری آن است که اگر مهاجران اندیشه متحد و یگانه داشتگی باشند می توانند در یک وقت کوتاه در تاجیکستان دیگرگونی سیاسی به میان آورند. فهمیده شدید؟ یعنی همین ظلم و استبداد، همین ما را سر به گریز و در بدر و خاک به سر کردگی، به دست روز برده سپاریدگی
و همین عذاب شکنجه‌ای که شده ایستاده‌ایم به سبب بی‌پروایی خودمون بوده است. به سبب بی‌پروایی خودمون بوده است. چه مهاجران سیاسی، پناهندگان، چه مهاجران کاری، ما مثل یک گاو جوشا برای امام علی رحمان و حکومتش هستیم و رژیمش هستیم. جوشده خورده ایستاده است. همین خیلی هیچ یگان جای استحصالات نیست. وقت گفته می شود، خودی بانک جهانی وقت گفته شده است که رسما 49%، یعنی پنیمی مجموعی محصولات داخلی تاجیکستان این پول مهاجر است. این گفتنی گپ است که حکومت نیست. در این تاجیکستان حکومت وجود ندارد. حکومتش یعنی مهاجر است، پول مهاجر است. این چه خیلی نگاه کنید. وابستگی بر روسیه و بازار مهنتی روسیه جست بیاد به یک ابزاری ژئوپلیتیکی تبدیل می شود و حاضران همین خیلی است و حاضران یک روسیه به یک همین مهاجران رو به یک لجام فشار نسبت تاجیکستان تبدیل داده است. ببینید مبادای سحر خستیم که الهی چنین روز نشود. مناسبت روسیه و تاجیکستان وارد شده است. گپی پوتین و گپی امام علی رحمان گریخت است. تصور کنید اقتصادی تاجیکستان که نیمی گردشش، نیمی پولش از پول مهاجر است. تصور کنید حالت تاجیکستان چی میشه. این گونه دستنگر است تاجیکستان. حکومت مجبور می شود با چی میگو با یک دست و پا خوردگی سیاسی راه دهد. زیرا همین حکومت امروزه خیلی خوب و نغز میدوند که بسته شدن سرچشمه اساسی، یعنی وارد شدن پولهای مهاجران به فلسفه اقتصادی، ناآرامی ها، سر و کلابه ها را گم کردن ها آورده میرسوند. انا برای همین تماشاگران عزیز، هر ظلمی که مهاجران از جانب مقامات روسیه میبینن، به همین سبب حکومت تاجیکستان لام گفته نمیتواند. گفته نمیتواند، دهانش باز کرده نمیتواند. چون که میداند که با کمترین آواز برآوردگیش با نرخ گران جواب میده. Дорого обойдется. Очень дорого обойдется. کمتر این گفتگیش. بریم سرش خم جیم میسد. کشدم. بعضی بولدان مهاجر برده پرتویدم. بلیسا کشته برده پرتوید. تجاوز کندم. دختری 5 ساله تاجیک تجاوز کندم. نمیگود اینو. دهانش بستگی. اکنون ما فهمیدیم که تماشاگران عزیز، نشان دهنده هایی که بانک جهانی رشد نمودگی است، یعنی پیشرفت نمودگی است، در اصل یک وابستگی
و دستنگر بودن است. نه ترقیات است، نه پیشروی است. هر یک انتقال پول که برای یک اویله در تاجیکستان یعنی نجات میبخشد، وی را از گرسنگی نجات میدهد، از تشنگی نجات میدهد، از بی اردی، بی روغنی، بی برنجی نجات میدهد، در مجموع برای دولت یک وسیله به تأخیر انداختن اصلاحات واقعی است. یعنی بی پروا کردن دولت است همین پولهای مهاجران فرستانده شدگی. از این حساب به حکومت عمر بیشتر میتید، به ظلم استبدادش عمر بیشتر میدهد. حکومت با تکیه به پولهای مهاجران نه اقتصاد میسازد، نه جای کار میسازد. چیکار میکند؟ مردم رو وادار میکند که مرده زندگی کنند. همین که با پاش راه میرفتگی شد، یک سنگ از اینجا برداشته اونجا به گرفته موندن میتونستگی شد، باید تاجیک مهاجر شود. چونکه در داخل هیچ کس به وی جای کار یافته دادن و سبد استعمالی او را پر کردن این خیلی برنامه ندارد. برای همین تماشابینان عزیز، امروز اقتصاد تاجیکستان نه تنها آسیب پذیر است، بلکه سیاست داخلی، سیاست خارجی فلج است. اگر روز مهاجران از فرستادن پول خودداری کنند یا با یک اقدام هماهنگ شده به سیاست تاجیکستان فشار آورند، دولت با بحران روبرو می شود که از آن راه گریز ندارد. باور کنید یگان راه گریز ندارد. به همین آمده می رسد. یعنی یک به اسب لجام میزنی، به دهان اسب لجام میزنی، در درصد لجام اسب به این طرف کلش گردانی به این طرف گشته می رود، به این طرف کلش گردانی به این طرف گشته می رود. اوی صاحب اقتصاد تاجیکستان مهاجران است. صاحب یعنی سیستمی سیاسی تاجیکستان این مهاجران است. لیکن بجای اون که همین مهاجران به دهان همین حکومت لجام زنند و کلش به سوی خودشون گردانند، این حکومت توانسته است به دهان مهاجران لجام زنند. این گپ نگو برده قوت میکنم، برده محکمت میکنم، اون گپ نگو. حتی در مهاجرت استوده در دهانش لجام دارد مهاجر. حتی در همینه که باید به دهان همین حکومت لجام بزند، خودش به خواهش خودش مهاجر به دهانش لجام گرفتگی است. حکومت به کدام طرف گرداند به همین طرف گشته رفتن میگیرد، با همین حکومت شکمش حفظ میکند. اکنون مسئله بلند شدنی معاش، 25% معاش رو بلند کردیم، 40% معاش رو بلند کردیم. یک معلم وقتی که پول معاش گرفتگیش زندگیش رو خوب نمیکنه، یعنی شما معاش نه به او جبرانی زنده ماندن داده شده. وقتهای جنگ شهروندی وقتی سر شده بود، سالهای 92 97 یک کاغذچه میدادن، نام کاغذچه جبران پولی بود. جبران پولی یعنی چی؟ جبران زنده ماندن، نمورده زنده ماندن. همین کاغذچه که مگزین میرفتی مثلا 10 کیلو آرد
3 لیتر روغن 5 کیلو برنج همین خیلی میدادند. حتی جای کار یک جو کالخوز سالخوز کار میکنی جبران پولی میداد، پول نداشت و حالا هم انمی معاش معلم دکتر کارگران دولتی این معاش نیست، این جبران پولی است، جبران زنده موندنتون است. یعنی باید شما کارگران بوجوی مرده زندگی کنید. وقتی میبینن تورم زیاد میشود، یعنی اینفلیاسیون بالا میرود، او همین معاش زیاد کنی چی نکنی چی، اور مثلا گریم 300 تومان بود، پیش از اون که تو معاش رو برداری چند یک سال نیم سال بیچاره کارمند دولتی به 380 400 تومان ارد خریده میگردد. بعد از یک سالش بعد تو معاشت میبرداری، فرض کردیم 25% میبرداری، همونه که یک سال پیش ارد 300 تومان بودگی وقت تا 400 تومان شدنش میبرداشتی نمیبرداری، بعد از یک سالش میبرداری، الکی یک سال این بیچاره یعنی همون تورم پرداخت کردگی است، اینفلیاسیون پرداخت کردگی است. بعد از یک سال اینفلیاسیون بعد با همین قدرتش به یک قبچه ارد خریدن درست میکنی، میگویی من معاش برداشتم. این تحقیر کارمند بوجوی است. یعنی اساساً با این طرز با این اصول غلام رو استفاده میکنی، نه شخصی آزاد رو. شخصی آزاد باید مبلغی که میگیرد او 5 سال خوندگی است، پویشنی که وریفیکاسیون کردگی است، تجربه اندوزی کردگی است، همه این پول می ایستد. باید همه این رو دولت خرد، نه فقط کارش رو حساب کنه. یعنی ملکیت ذهنی و تجربه هایی و همه پول می ایستد. وقتی که این رو دولت حساب کتاب میکنه، یک معلم نباید از $1000 کم معاش بگیرد، یک معلمی عادی مکتب. ببینید از معاش بلند برداشته میگه روسیه مزد میانه مهنت $900 است. روسیه $900، قزاقستان $800، ازبکستان به فکرم $700 بوده میخیل، تاجیکستان کمتر از $300. حتی انمی قرقیزستان همسایه $370 است مزدی میانه معاش. تاجیکستان در تمام کشورهای پسا شوروی از همه آخر است. ارزان کارترین کارگران بوجوی در تمام مقیاس کشورهای پسا شوروی در اتحاد دولت‌های مستقل این کارمندان بوجوی تاجیکستان هستند. شرم نه، حیا نه، پرزیدنت میبراید درباره بلند برداشتن معاش گپ میزند. با همه کارمندان بوجوی از جایشون خسته قرصک میزنند. همین کار غلام است. تو میدونی که 5 سال خوندی، پویشنی که وریفیکاسیون کردی، تجربه اندوزی کردی، فلان سال تجربه کاری داری، همه این ملکیت ذهنی تو وقتی که پرداخت نمی شود،
با تو از جویت خسته قرصک میزنی، به نمی خوری زوریت قرصک میزنی، به نمی غلامیت قرصک میزنی. خیلی این کاری ننگاور است، خیلی این کاری ننگین است. یا یک دکتر، او دکتر تو برای اینکه روزت گذرد مجبور هستی که با اپتیک کلینت جمع کنی، از اونجا فایزی کلینت فریستی گیری. دکتر دورو می نویسد من از فلان با اپتیک رفته گیریدم دور را. اپتیک چی آمده گفته که کلینتوی به من گسیل کنید، من فایزی معین به شما پول میدیم. حتما از فلان اپتیک رفته گیریدم، همین خیلی گپ هست می نیست می در تاجیکستان هست. بیچاره دکتر به روزش به همین موندگی است. دوری پومش فروختن روزش به همین موندگی است. و روزت به گداگی موندگی است. یعنی کمی دختر در تاجیکستان هم نام گدا شدگی است. روزش به گداگی نمیگذره. کم معلمان مکتب اینقدر شانس ندارن، لیکن همین معلمان دانشگاه و دانشکده اینها هم همین دستنگری استودنت شدگی، روزشون به گداگی موندگی است. و همین گداها میخیزن یگان یگان ملکیت ذهنیشون پرداخت نمیشود، قدر نمیشود، میخیزن با قرصک میزنن. به غلامی صرف آوردگی است. یعنی این غلامی است تماشابینان عزیز، نه چیزی دیگر. دوستان عزیز، همینجا صحبتی من به آخر رسید. تا این وقت میبینم که کسی وارد نشده است برای سخن کنی. من به چت یوتیوب می‌نگرم که کسی چیزی گفتگی باشد، در همینجا کوشش میکنم جواب دیم. و تا این وقت یکم کس وارد شد حتما صحبت میکنیم. همین مردم به حیران، همین عذاب کشته میگردد، برای آزادیش یک تا لایک مونده نمیتونه. 236 تماشا دارد، 50 لایک. من همین لایک تا یک آزادی برای مونده می لایک آخر. رحمان откуда пешво никаких ни пешво, он настоящий фир'авн, намруд, азозил, настоящий наших пешво محمد صلی الله علیه و درست است. تماشابینان عزیز، واقعا اگر ما نگاه کنیم به همین اصول دولتداری نگاه کنیم، حالا در آینده تاریخ نویسان وقتی که تاریخ نوین امام علی رحمان می نویسن، یک تاریخ ننگین نوشته خواهد شد و متاسفانه ما در یک تاریخ ننگین زندگی کرده شده. روزهایی که ما گذرانده شده یک روزهای ننگین است. دعوای چی داریم؟ سربلندی و ملت سربلند و اینها رو داریم، لیکن اصول زندگیمون اصول زندگی غلام است. اما همین مخالفان همین در کشورهای اروپا گریخته گشتگی از خودم سر کرده، به همین غلامی در حالت تن دادن هستیم. همین امام علی رحمان همه مونه
سربگریز کردگی است. مهاجر کردگی است. از خویش تبار زنده جدا و از فرزندو جدا کردگی است. فرزندای همه مانه زنده یتیم کردگی است. سرامو خم روزی بودن ما پایده گشتیم. یگان چیز برآمده این گوید میگوید نگوید همه همین خودش زده گشت است. امام علی رحمون کیف کرده گشت است. در تاجیکستان همه کسب و کاردارها دانشدارها همه را گوساله کردگی است. به خودش گوساله درون آغلش کردگی است. اگر از گوساله بالاتر خودت رو احساس کنی تو دانش انداخته ای، تو دانشگاه خونده ای، تو تجربه کار داری، باید از جانب حکومت این قدر کرده شود تو طلب کنی این چیز رو. نمیکنی یعنی تو خودت رو انسان نمیشماری. یعنی کرامت انسانیت وقتی بجا آورده نمی شود به این راضی هستی، یعنی به انسان شماریده نشدن راضی هستی. وقتی که در تاجیکستان کرامت انسانی نیست، انسان احترام نداره و تو این رو ببینی به همین راضی هستی، این مضمون اون رو دارد که به انسان نبودن و از انسان و همچون از انسان پست بودن راضی هستی و به همین زندگی ننگین راضی هستی و در آینده تاریخ ما رو می نویسد با همین حال ننگین ما. یک نفر نوشته است برادر شوکت این گپ خودم مگر غیبت نیست. برادر محمد تقوی خوش اومدید. بعد من به این سوالتون جواب میدم. اول برادر گوش کنیم. بفرمایید برادر عزیز. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که خوب هستید اکای شب. زنده باشید برادر عزیز، زنده باشید. بفرمایید. اینترنت ما کمتر سوست است. خودتون سوست نباشید. شد میبینم همین در جوش و خروش هستید. انشالله همش خوب میشد. گپ نگیرید. اگر سوز نامد میتونید ویدیوتون رو خاموش کنید و تنها با صدا گپ زنید. یگان مشکل نداره. آواز میروند؟ آوازتون هست، صدایتون هست. بسیار خوب است. صدا خوب باشه شده کن. تمام گپ زنید. ویدیو میکشم با فکرم. تمام صداتون هست. گپ زنید. این موضوعتون درباره چیست؟ موضوع من پیشروی کاغذی، پیشروی تاجیکستان در روی کاغذ و ایلیوزی، یعنی همین واهمه های زیاد شدن معاش در تاجیکستان. بفرمایید دوستان. هستید محمد تقویف هستید؟ آواز میروند؟ صداتون هست. گپ زنید. میگم موضوعتون درباره چی؟ گفتم که موضوع بانک جهانی گفته است که اقتصاد تاجیکستان پیش رفتگی همین تحلیل کردیم و بلند شدن مزد معاشی
کارگران بودجوی را دربارش گپ زدیم. ها و معاش رو و پول مول این مردم بیچاره زیاد کردن فایده نداره اکو. همینه. اینا بعد یک سال معاشم بردارم میگن و بعد همون نرخ و نوای آهسته همون 30% که زیاد کردن اونا 35% نرخ و نواشون قیمت میشه، با این مردم 5% ضرر میبینن. فهمیده؟ بله بله. انا خیلی فریب کرده، این مردم احمق کرده گشتن. بعد درباره مهاجرا گفته خیلی درست قید کرده که اگر مهاجرا نباشن هم وزنی هم شود گوششون خوراکشون میشه. رحمان و سرکره تو معلم و دیگرش. بله. بعد ما یک چیز نمیفهمم اکو که چی با این رحمان و همون قدر مردم همون اکونومیک توجیکستان هم مهاجرا میبردارن. در سال 2025 569 تابوت روان کردیم. یک کس نه همدردی میکند 4.5 میلیارد دلار روان کرده نیم سال با. یک کس تشکری نمیکند. همین با ما حیرانی زور موندگی هم که این مردک چی با اینقدر تکبر باشه، چی با اینقدر این ملتش با یگان یعنی بهبودی یگان همدردی یگان تشکری نمیکند. فقط خودم 400 منغیتی تاجیک کشی اطرافش اولاد دیگه یگان کس گویا که آدم نباشن در تاجیکستان. همین رو من نفهمیدم. بعد برآمدی برادر محیدین کبیری گوش کردیم اون کس همونجا با انچه گپای اشتباه زدن. راستی گپ گفتن که هم اینترویو با زبان تاجیکی گپ زدن، هم با یک برادر این نبود پرر فکر میکند که یعنی با سلاح رحمانوف یک برک کنن. این فکری خام است گفتن. یک خطاگیشون بود. دویم خطاگی گفتن که ما رحمانوف در بین الملل دادیم دیگه مخالفای دیگر کشورها یگان کار نکرده. این گپشون هم خطا بود یا ندیده باشه من نمیدونم. اکنون اینجا اگر خیلی دروغ گفتن گویم وزنی میغلطد. همین کارشون اشتباه بود که من در قزاقستان 10 سال زندگی کردم. در همین 10 سالی که من زندگی کردم 7 بار میتینگ‌های کلان شد. اپوزیسی قزاق کردن. آخرین بار وقتی که 1000 کس کشتن سال 2022 این هم همین تظاهرات آسایشته 200,000 کس فقط المعطا بخست. همون شب و روز من از زندان آزاد شده بودم. همونجا بودم همون تظاهرات با. فهمیده؟ این کس گفتن که ما رحمان و سود بدادیم یعنی دیگه دولت ها شکر نکردن. با هم خاطر برادر محیدین کبیری همونجا اشتباه کردم. بعد گفتن که نمیشود یعنی با یراق یک بره کردن. آخه شما مردم دعوت نکنید برادر کبیری، خاموش استید. بعد البته نمیشود یک بره کردن. همین صبری ما و شما بود که امروز مادر و خواهر ما میروند از سرشان ریمالشان رو میگیرن. سبحان الله یک روزای آواز مردم توجیک دوران که یگان ملت ندارد. همین صبری ما بود برادر محیدین کبیری. ما با همین روز آمده زدیم. شما برای دعوت کنید آشکار نگاه کنید. حال ما نه سلاح میگیریم نه سوم جمع میکنیم نه گویا کی وای میکنیم. همین شما دعوت کنید رحمان رو فرار نکنه توف درود گه. برای شما یک آدمی نیم جهان هم ممکن همه جهان شما شناسه. مردم هم امیدواری به شما داشت به خدا قسم. فهمیدید؟ شما حتی از زبان شما ما شنیده بودم 4 سال پیش که ما گروه داریم در تاجیکستان. وقت از اونه که مردم میخیزن گرد حمایت میکنن آنها مردم حمایت میکنن. این گپا از بوده شما. با این مردم دل شکسته نشه کی میشه برادر محیدین کبیری؟ بعد آخه شما میگید فکری خام این است. بعد این مردم با باور میکنن. سبحان الله این یگان فکری خام نیست. ما نگوزه که میگیریم یا راق میریم هم یک قتل میکنیم. این برای حمایت مردم ما باید ما یک گروه تشکیل کنیم. 200 مرد جنگی به از 100,000. ما نگوییم رویم یا همه از یک لب قتل کنیم. رنگ سال 92 93 چقدر رحمانوف کرد با
آه، یراق و اسلحه اجنبیان ما اینا نمیخوایم. ما میخوایم خودم ما اینا تشکیل کنیم. اکو مردم جانشون در لبشون آمدگی. باور نکنید برادر شفقت جان، حالی سگ دارن این ملت، همون روسیه و این نه. فهمیدید؟ انا موبیلیزاسیون میشه روزای نزدیک این مردم نیمش کر میشود. هم فقط هم مردم روسیه کمتر ما یا پشتیبانی میکردن و ما دستگیری میکردن. فهمیدید؟ به همین خاطر ما باید هوشیار باشیم. ما باید دعوت کنیم، آشکار نترسیده باید دعوت کردن کن. دیگر خاموشی ما ضرر ما است. انا همین خب ایستادن ما امروز زبان رحمانов دراز شد. دینای پریر نمیدونم ویدیوهای دیدید ندید، فرمان داده است خانه به خانه در آمده روسری مردم کشیده گرنگ بتاست. این سبحان الله این چی گپ است؟ این همین خاموشی ما بود، همین سرخمی ما بود، همین صبری ما بود که همین کارا به رحمانov دست زد. باید ما دیگه صبر نکنیم. سبحان الله یک توده افباش اگر اینا مرد میبودن هیچگاه به مادر و خواهر تاجیک دست درازی و زوری نمیکردن. اینا 4 میلیون تاجیک در بدر کردن، خاک بسر کردن. امروز مادر و خواهر آنها رو ازدواج میکنن و چی گوی خورند درست آمده است بخشش. این خیلی باید نشود. باید مردم دعوت کرد. باید مردم دلش گرم کرد که تمام این مبلغایی که اینا صدها میلیارد دلار دارن همین اولاد باید گیریم با مردم مصرف کنیم. باید زواد و فابریکه سازیم. بعد اینا دفع شدن دیگه سرخم یگان ملت و روس و قزاق و دیگران نشویم. گفته باید این وعده های این مردم با کرد با این مردم بیدار میشوند. ما هیچی نگفتیم در طول 10 سال. ما فقط صبر کردیم. به همین روزای بعد آمده زدیم امروز که فردا همون نواری اون روزه با قید کردم که این بیچاره به خاطر 2 سوم در بدر و خاک بسر مردم تاجیک قانون میبرورد. این عقل نداره این مرد. میگه که زنگیرتون شب یکم من هیچی گفته نمیتونم بعد برای اینکه اجازه خودتون رو دیدم خودتون خب کردتون من استفادهش میبرم بعد تو میگیری میبری بعد از غلامی برگشتن است. این خاموشی باشه این کارای میکنن. بعد همه قدر گپای بهترین اول شما قید کرده اینا نمیفهمن. اکو باور کنید نمیفهمن اینا. این سخنای شما کو حیف از همین ظالمایی که تمام اگر اینا میفهمیدن کو محمد علی حیات اونا در روشان گفتن در روی اینا توف کردن والله قسم. اونا اونجا میفهمیدن این مردم سرش میکردن. ما هزارها کیلومتر دور با این گپا اینا نمیفهمن. تنها اینا یک بار کردن با زور سلاح ما اینا یک بار میکنیم. باید ما اینا تشکیل کنیم. اینا تشکیل کردن آسان است. فهمیدید؟ به خون اینا نمیره. اینا گفتن ما با خون آمدیم این مردم برای همه عیال قتل کردن جوان مردایی که ما نمیگذاریم که یعنی با خون اون کس با ما زوری کنن. فهمیدید؟ مقصد اینا همین. اینا فقط میخوان که آبروی مادر و خواهر تاجیک پس کنن. شما چند ساله دکا؟ شما سین سالتون چند با؟ من تو تولدم 78. 78. شما 48 ساله. 50 گویم من 50. اما 25 ساله 30 سالگی تام شما یگان جا دیدید که دختری تاجیک در آمده است عرق و پیوه نوشیده برابر. همین دیدید شما. حاضر آشکار محمد رحمان میگوید که باید خدای رسول در دل شناسی. سبحان الله مردم پیوه زده گشتن دخترای تاجیک. این آبروی ملک شما است. این روزا همین مردم آورده که به همین روزا رسان رحمان و 400 بیناموس و بشرف اطرافش تمام برای اینکه جوان مردای در بدر کردن. این مردم به همین روزا آمده زدن آمده. اگر ما جای کار می داشتیم در بر مادر و خواهر زن و فرزندان میبودیم کنی یک دختری تاجیک غیرت میکرد براید و یک نوار کنه. حاضر یک نوارا پیدا شده کو میبینه تلخ کف میشه اگر ایمان آدم کم در مستحکم باشه. آشکار سبحان الله سینه نشاندهی و بین پاشون بخشش نشان دادن. اگر مادرها گوش کردن بخشش انا همین راه های این حکومت اجازه داده که این مردم تماما به راهش رسن تماما به ناموس رفتن. اکا یا تیک تاک در آید اگر تیک تاک داشت باشه حالی مردم تاجیک بینید دخترای 25 20 ساله و 18 ساله چیکار کرده گشتن.
خانی این حکومت چرا اونها بازداشت نمیکنه؟ برای اینکه ننگ و ناموس ندارن اینا. انا همین راه که این مردم بیناموس میکنن، نه برق دارن نه آب دارن. سبحان الله. حال یا نوار یعنی کهنش دیدم در فیسبوک نشر کرده، اینو قهرمانای کلاب، یعنی همین آدم به سر قدرت آوردن. این شرم عیب نیست؟ سبحان الله. قهرمانای کلاب این عیب نیست؟ وقت از اونه که عصر 21 در عصر 21 شده است، کلابتون نه برق دارد و نه آب دارد، حالی که مادر خورتون با خر آب میکشن. دینا نواراش پیدا شد. این چه قهرمانی؟ قهرمانی شما یک ظالم آورده مادر خواهرتان با خر و با فلک و با ستیل آب کشیدن بود؟ همین قهرمانی بود؟ برای این آشکار گویه نباشد. تا این درجه با خدا نبوده که سبحان الله. ما امید داشتیم که این مردم کلاب یک مردمی سربلند، یک مردمی با غیرتن، جسارت دارن. امروز میبرویم میگوین که انا همین کلابی ها همین آوردن به سر قدرت، یعنی قهرمان ملت تاجیک، قهرمانی که در عصر 21 در کلاب نه برق است و نه آب است. سبحان الله. این چی گپ این؟ کجا قهرمانی کرده است؟ قهرمانی با خر آب کشیدن همین قهرمانی شما بشمارین. من شرم میکنم والله قسم که اگر همین قهرمانی همین در نظر باشد، یا قتل و کشتارش 150,000 تاجیک کشت، قهرمانی میدونه. همین بود دیگه. اکا گپ زیاد نمیکنیم. شاید اینجا برادرها نباید تشکر زیاد حالا درباره صحبت کنن. که درباره استاد کبیری گفتید، من حالا اینجا جواب نمیدهم، من چند جوابهای خودم رو دارم. من کوشش میکنم که هفته آینده باشد یا هفته بعدیش خودشون رو به برنامه گفتگو دعوت کنیم تا اینکه خودشون این گفته‌هایشون رو شرح بدهند. و در شبکه‌های اجتماعی هم می‌بینیم که چند واکنش‌ها به میان آمده است و وابسته به همین من حتما بعد از برنامه شاید فردا باشد همراهشون صحبت خواهم کرد و انشالله که هفته آینده نصیب باشد و وقتهای ایشون نگاه میکنیم و یک مصاحبه با مردم تشکیل میکنیم و خودتون در همونجا میپرسید که چرا چنین گفتید و به نظر من خطا است و بعد اینجا بخش شما خب قبول اینجا باز یک فراموش نشود که چرا چنین گفتند بگذار خودشان شرح دهند و حالا ما اینجا حرفای خودمون رو بگیم و زنده باشید. قبول گفتم. اینجا یک چیز دیگر ماند است. همین گویم اکا یک گپ دیگر. یک برادر ما در ارمنستان بازداشت شدگیان. اون آدم گروه 24 با اما آدم آزادی میخواهیم. اسماعیل خالو از ارمنستان رو بازداشت شدگیان. همین فراموش نکنیم برادرها دعوت کنن که ارمنستان روان نکند. حاضر هر تاجیکی که کدام سرحد رو عبور کرد و آدم در خطر است اکا. فهمیده؟ باید 24 ها براین نویسن. اما ارمنستان با همون کلانش بنویسن گوین که رایی نکن که وضعیتش بزه میشه تاجیکستان با. همین بعد وای گفتنی بودم که همون مردک آزاد شود بیچاره. و هم یک مخالف رحمانوف است. بعد امروز پنجم اکا. بله. امروز پنجم 3 روز دیگر می شود رسا 10 سال من هجرت کرده بودم اکا. رسا 10 سال می شود. 8 آگوستی سال 2015 من تاجیکستان رو ترک کرده بودم. انشاءالله رحمان در این باره من یک نوار میکنم روزی 8 10 سال پوره شود. اگر تا آن روز زنده مانیم و الله مهربان ما رو تا آن 2-3 روز دیگر حفظ کند و نگاه داشته باشد، ما این در این باره حتما یک نوار کار مردمی تاجیک میرسونیم. ولی من اکا پشیمان نیستم. فهمیدید؟ من چقدر دعوت کردم مردم پیشنهاد کردم که این حکومت که ما هیچگاه روی آب نمیبوییم، باید شما بیدار شوین، باید شما زندگی خوب داشته باشین، باید شما در نزد پدر و مادرتان باشین. گفتم من همین دعوتی من همین بود این ملت بنده که من پشیمان نیستم اکا. برای اینکه من امید دارم که من نمیگم که من آدمی
از آسمان چکیده باشم گفته رحمانوف است. منم آدمی پرگناهم، منم اشتباهات بسیار است، ولی همین الله مهربان همین یک چیز آورد. وقتی که من سال 2009 بر ضد رحمانوف برآمده بودم، فهمیدید سال 2009 تا 15 من تاجیکستان رفتم میموندم. سال 2009 حال زار مردم تاجیک من در سنت پترزبورگ دیده، انا همونجا گفتم که این پدرنالت در حقیقت این ملت خوار کرده بوده است. بعد سال 2015 8 августи соли 2015 من برآمدم، رسول 10 سال می شود دیگر رفتن نتوانستم. گرچنده که من با دیدار اهل بیتم محرومم شده باشم، من خیلی خرسند هستم. من در نزد پروردگارم ان شاء الله رحمان امید دارم که همین دعوتم، همین مردمم برای سرجمعی و برای زندگی خوب دعوت کردنم، این برای من یک توشه می شود. این مال و دنیا و این پول این دنیا برای من لازم نیست. منم می توانستم زن و بچه ما گیرم همون قزاقستان با یکان چه منم بروم خاموش کرده گردم، ولی من اینا نخواستم. من زن و بچه ما تاجیکستان روان کردم، گفتم که اونجا وطن همه ما است. شما میدانید اونجا میتوانید آسایشته اونجا زندگی کنید. یگان کس حق و حقوق ندارد که شما با گپی زیادی زند. متاسفانه اونا کاراشون کردن، فشار آوردن. انا این سال دخترچه مکتب میرد، من عموما کتیبه همین 6 ساله شد گپم نزدگم، همین روزا باوردن رسانیدن. لیکن اینش هم الحمدلله من خرسندم مکان، برای اینکه این یک حکمت از جانب الله است. همین بود. در امان الله باشد. مردم شریف تاجیک فقط ترس رو طلاق کنیدون تمام. چقدر که پوتین رحمانوف طلاق کرد رفت بردی محمدوف دستش گرفت است خودی از زنک دک سبحان الله گردی همون پلاشتکا بگشت است. این عیب شرمندگی است. یک مردکی کلان پول بالا بی گور رسیده است، همون نوارش دیده که دست همون پدری سردار قپیده است و چرخ زده گشت است. مردمش در حالت وزنین قرار دارند. امروز هم چند نفکرهای پوتین مردم تاجیک عذاب دادن، خیلی غم دادن و اونجا به عادی خره گشته است. به همین خاطر ما باید از اینها حتما خلاص شویم. مکان این خیلی زندگی دیگر حرام است برای ملت تاجیک. زندگی ملت تاجیک داری فرزنداشون و پدر و مادرشون محروم کردند. فهمیدید؟ این زندگی ما خیلی زندگی سگانه است. باید جوانای تاجیک کلاشون کار فرمایند. همین بود. السلام علیکم.
حالا گفتن صدا نیست. نگاه کنید تماشاگران عزیز، به همین سوال من جواب میدم. اساساً به همین سوالی که برادر اینجا مطرح کرده است، ببینید برادران عزیز، مبارزه اساساً صبر و بردباری میخواد. حالا بسیاری ها درباره صبر گپ زنی مذاقت میکنه. مبارزه به صبر به بردباری نمیشود. برای همین هر گوشه خداوند درباره به حق دعوت کردن گپ میزند، حتما درباره صبر هم گپ میزند. مثلا گریم همین سوره عصر، خداوند به عصر قسم میخورد، میگوید والعصر ان الانسان لفی خسر. خداوند به عصر قسم خورده میگوید که البته انسان، با تاکید میکند این، یعنی این تاکیدی است، تاکید میکند میگوید که انسان زیانکار خود است، در زیانکاری است. اما بعضی ها را استثنا میکند. ایلا میبیاد، همین هر چیزی که بعد از ایلا بیاید در زبان عربی از گفته های پیشتر استثنا میکند. ایلا الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردند، و عملوا الصالحات، عمل های صالح کردگی هستند. یکم ایمان دارند، شرطش دوم عمل های صالح میکنند. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، به حق به عدالت دعوت میکنن و به صبر و شکیبایی دعوت میکنن. برای چی؟ برای آن که هر گوشه به حقیقت و به عدالت دعوت کردی صبر لازم است. هر کجایی که درباره حقیقت گفتی، درباره عدالت گفتی، به تو سنگ میزنن، به تو فشار میبیارند، میخواهند تو را ناامیدت کنند، میخواهند تو خسته شوی، ناامید شوی و از این مبارزه دست کشی. اینجا به تو صبر لازم میشه. همین خیل حالت تنگ میبیاید که در مبارزه، در مقاومت، همین خیل حالت تنگ میبیاید، داد میزنی متى نصر الله گفته. این یاردم خدا کی میبیاید؟ کی ما با خداوند کمک میکند که ما رویم ظالم از بین بریم؟ خداوند جواب میدهد الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید که کمک خداوند نزدیک است. برای همین در مبارزه، در مقاومت، ناامید شدن، گفتن گپ، روح افتاده شدن، گفتن گپ در فعل مبارز نمی گنجد. کدام مبارزی که همین روح افتاده شدن به زبان میبیارد، ناامید شدن به زبان میبیارد، این کمکگر همون ظالمان است، پسیمیست. در فعل مبارز کسی که در راه حق مبارزه میبرد، برای عدالت به میان آمدن کمک میکند، برای غلبه حقیقت کمک میکند، در ذهن او ناامید شدن، روح افتاده شدن گفتن این گپ نیست. ببینید در هر کجای دعوت به حقیقت، دعوت به عدالت، دعوت به نیکویی، دعوت به راه خدا آمده است، از عاقبش صبر آمده است، صبر همراهش آمده است. وامر بالمعروف وانه عن المنکر واصبر ما اصابك انه كان من عزم الامور. در سوره لقمان بود به فکر. میگوید که وامر بالمعروف، یعنی امر کن به عدالت، امر کن به حقیقت،
امر کن برای خدا و نهی عن المنکر، از بدکرداری، از بدرفتاری، از بدگفتاری، از ظلم، از استبداد باز دار، کوشش کن. واصبر ما اصابک، در همین راه باشی اگر تو به تو آسیب میرسد، به تو آسیب میرسد، به تو سنگ میزنن، به تو فشار میارن، به تو تزریق میبیارن. واصبر ما اصابک، باید تو صبر کنی از آن آسیبی که به تو میرسد. انه کان من عزم الامور، به فکرم همین خیلی اگر خطا نکنم و اگر این کار را کرده توانستی، این خیلی اجر و پاداشی بزرگ دارد. این یک عزم بزرگ است. یک فعل رفتاری سودنی و بزرگ است. ببینید، برای مبارز در مبارزه ایستادنش تا آخر صبر لازم است. برای مقاومتگر در مقاومت ایستادنش، رو افتاده نشدنش، ناامید نشدنش صبر لازم است. بی صبری کردی رو افتاده میشی، ناامید میشی، میروی. برای همین یکی از خصلت‌های اساسی مبارزان، یکی از خصلت‌های اساسی کسانی که برای عدالت کمر همت بستگی هستند، برای پیاده کردن عدالت هستند، اساساً فعل اساسی آنها این صابر بودن است، ناامید نشدن است. مضمون صبر برادران عزیز، منچاله کنه در کنج خانه کله خم کرده شی نه، آوازت نبرار نه. صبر در مقاومت است، صبر در مبارزه است، در مبارزه خسته نشدن است، در مبارزه ناامید نشدن است. مضمون صبر همین است. از این دیگر صبر نیست، معنا ندارد صبر از این زیاد دیگر. برای همین برادران عزیز کوشش کنیم که همیشه در مبارزه باشیم، همیشه در حرکت باشیم. استعدادی که داریم و فهمش دانشی که داریم طبق همون وارد مبارزه شویم و کار کنیم. بعد از این گونه مبارزه ها گفته اشاره کردن، شاید به همین سخنرانی من، به همین برآمد من، شاید به همین برنامه من اشاره کردگی باشه. برادر عزیز، برادر، این صحبت من این مبارزه نیست. شاید یک کنجه که کمی مبارزه باشه. کسایی که انمی خیلی برآمده در پشت منیتور گپ زدن و هیگیری هیمون کردن مبارزه میدونن، خطا میکنن. این شاید همین یک کنجه که مبارزه است. یک مثال گریم بو خبر کردن جامعه از واقعیت حال است. خبر کردن یعنی این برآمدها برای آن است که جامعه فریب نخورد، با گوش جامعه گروه آویزان نشود. انا همین فونکسی مبارزه رو اجرا میکنن، نه همه مبارزه رو. مبارزه شاخه‌های گوناگون دارد. شاخه‌های گوناگون دارد مبارزه. و همین یکی از شاخه که کوچکی همین درخت مبارزه، همین برآمده فهماندن به مردم که تا اینکه حکومت اینها را غلام کرده، خر کرده، سوار نشود، به گوششان با دروغ فریب داده، به گوششان اگرا آویزان کرده، مالکیت ملت را از خود نکند.
باز یک نفر گفته است چقدر گپ زنید این دجال رحمانوف ذره فکری مردم رو ندارد. آزادی به ملت تاجیک، آزادی به زندانی ها، آزادی آزادی آزادی. برادر عزیز، ما میدونیم که همگون میدونیم که امام علی رحمانوف کماندش اینها فکر ملت رو ندارن، فکر خودشون رو دارن و کوشششون برای در سر قدرت موندن هم همین است. اگر نه میگفت که من خسته شدم، پیر شدم، یگان شخصی ارزنده بیاید، یگان جوانتر بیاید. نه اینها باز درباره ملت فکر نمیکنن، درباره خونه، حتی برای همون برای خدمت مردم یک کس وظیفه دار کردن هم اینا همیشه از داخل اویله خودشون بیرون فکر کرده نمیتونن. حتما بچهشون اومده نشدن، چونکه همون دزدی غارتگری دایم از آن خودشون شده نشدن کن. و تماشاگران عزیز، سلامت باشید، سربلند باشید، پیروز باشید. تا این وقت در انتظار آن بودیم که کسی از شما میبراید صحبت میکند. انشالله هفته های آینده هم با همین گونه برنامه ها، موضوع های نو انشالله خواهیم اومد. از یکایی که شما خواهش میکنم در برنامه های ما فعال باشید، در نوشتن نظرهای خود فعال باشید و از یکایی که شما خواهش میکنم که نظرهای خود را درباره صحبت امروز بنویسید، حتما کامنت کنید، حتما تگمه لایک رو پخش کنید و حتما از یکایی که شما خواهش میکنم که آبونه شدن به کانال یوتیوبی پیام رو فراموش نکنید. کسانی که تاجیکستان میروید میتونید ادپیس کنید، ولی کسانی که در جای بی خطر هستید خواهش میکنم تگمه لایک رو پخش کنید. تگمه لایک یکان خیلی خف نداره و خواهش میکنم آبونه شدن رو فراموش نکنید. و همچنین از یکایی که شما خواهش میکنم که در برنامه ها فعال باشید، فکر و نظر خودتون را وارد استودیو شده گویید و حتما کوشش کنید که این برنامه ها گرم باشند. گرم بودن این برنامه ها کمک میکند به گرم شدن فضای سیاسی تاجیکستان و بالا شدن آگاهی سیاسی مردم تاجیکستان و بالا شدن بهتر و بیشتر شدن آگاهی سیاسی مردم تاجیکستان با آن آورده میرساند که مردم طلب کنند حق خودشان را و به هیچ کس حق ندهند لجام کرده آنها را لجام زده سوار شود. سلامت و سربلند پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در این برنامه گفتگو با شما بود. انشالله تا هفته آینده یکایی که شما را به الله میسپارم. در امان خدا باشید.